امروز تمام نورا و تمام صداها جمع شدن که ویدیوی منو خراب کنن. Merhaba Kimmiş Familyası, ben Kimmiş ve yeni videoma, önemli videoma çok hoş geldiniz. چند وقت پیش که داشتم کامنت ها رو جواب میدادم دیدم یه نفر توی کامنت ها برای من نوشته که من تلفظ حروف ساده رو مشکل دارم. خواستم براتون ویدیو درست کنم و تلفظ حروف ساده رو توی این ویدیو بگم بهتون، چون مطمئنم همتون مشکل دارین و خب تلفظ کردن حروف ساده یه مقدار واقعا مشکل هست، مخصوصا او و ا. حالا بهتون یاد بدم که چطور میتونید راحت‌تر تلفظش بکنید. اگه شما هم مشکل دارین توی زبان ترکی استانبولی بعضی از گرامرها رو یا بعضی از حرفا و کلمات رو، حتما مشکلاتتون رو توی کامنت بهم بگید. من نسبت به اونها ویدیو درست میکنم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم یادت نره که این ویدیو رو لایک کنی، چنل من رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری برام. بریم که ویدیومون رو شروع کنیم. توی ویدیوهای اولیه برای چند تا قانون گذاشته بودم، یادته؟ توی اون قانون حروف صدا رو بهت گفتم که چی هست. 8 تا داشتیم، 4 تاش کالم بود و 4 تا دیگه‌اش اینجا بود. حالا با اینا اصلا کاری نداریم. می‌خوایم ببینیم اون 8 تا حرف صدا چطور تلفظ میشه. آ رو که میدونی تحت هر شرایطی آ تلفظ میشه. آنه، آرابا، آرکاداش، آ. پس فقط صدای آ میده، نه ا، نه ا، نه اون، هیچی. فقط صدای آ میده. آ. حالا یه حرف دیگه داریم چیه که 2 تا صدا داره، ا و ا. ا و ا. مثلا سن، سنین، بن، بنیم. اوکی؟ میریم سراغ اون حروفا که واقعا سختتونه واسه تلفظ کردن. بریم ببینیم اونا رو چطور میتونیم تلفظ کنیم. اول از همه میریم سراغ اینا. خب این دایره‌ای که نقطه نداره به این صورت تلفظ میشه. او. اینو داری تعجب میکنی. او. با من تکرار کن. او مثل چی؟ مثل کل، توک. کل. ببین صدای او میده قشنگ. کل، توک. دو، لپ. قشنگ دارم میگم او. اوکی؟ پس دو، لپ. کل، توک. کل، دو. پس صدای او میده. او. حالا همین دایره هر رو 2 تا نقطه بذار بالاش. چه صدایی میده؟ ا. ببین همون او هست ولی غلیظ‌تر به سمت بالا. او شد او. حالا من چطوری صدای اینو در بیارم؟ بهت یاد میدم. ببین نوک زبون تو، همین الان این کاری که میکنم انجام بده. نوک زبون تو خب ببر پشت دندون ردیف پایینیت. اینجا. ببخشید البته دارم نشون میدم اینجوری ولی خب مجبورم دیگه چیکار کنم. دندون ردیف پایینت، نوک زبون تو ببر پشتش. اینجوری میشه، درسته؟ این حالتی. آره. خب پس نوک زبون تو ببر سمت دندون ردیف پایینت، همون حالتی نگه دار. حالا توی این حالت میشه روزی بپدم. توی این حالت سعی کن بگی او. توی این حالت بگو او. ببین صداش اینجوری میشه. دقیقا همین صداست. تمام شد رفت. پس شد او. میخواستی اونو بگی زبون تو، نوک زبون تو ببر پشت دندون ردیف پایینت. او. تمام شد. حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ این حرف. ببین اونی که نقطه نداره او تلفظ میشه. او. اونو میگفتم او، این دایره ها رو میگفتم او به سمت بالا بود، این به سمت پایینه، به سمت روبرو. یعنی او میخوام بگم او. اوکی؟ او مثل چی؟ مثل اوچاک. اوکی؟ unutma. umut. ببین او صدای او میده. حالا همین نقطه دار باشه، همون حرکتی که واسه قبلی کردی واسه همینم بکن. ببین صداش اینه. او. همون او ولی غلیظ‌تر. اینو چیکار کنم؟ دوباره همون کارو انجام بده. نوک زبونتو ببر پشت دندون ردیف پایینت. ببر. حالا توی همون حالت بگو او. صداش در اومد. پس شد نوک زبونتو ببر پشت دندون ردیف پایینت. نگهش دار و تو همون حالت بگو او.
برای تمرین کردن خیلی خوبه. پس چی شد تا اینجا؟ او ا او ای او ا او ای. حالا بریم سراغ این دوتا حرف. حرف اولی که نقطه داره خیلی راحت ای تلفظ میشه. ای مثل اینجا، مثل اینک. ای پس صدای چی میده؟ ای. بگو ای. حالا اینی که نقطه نداره تلفظ میشه. از اینجا میاد. اینجا نگه دار بگو ای. محکم نگه دار بگو ای. یا اینکه میتونی به زور بخندی. مثلا یه نفر دیدی میخوای به زور بخندی بگی ببین پس صدای چی میده؟ صدای میده. ای مثل چی؟ مثل بالک. نمیگم بالیک، میگم بالک. کالن. همون زینب باستک هست. میشناسینش دیگه خواننده رو. زینب باستیک نیست، باستک. اوکی؟ بالک. پس یا اینجا تو بگیر بگو یا اینکه به زور لبخند بزن، دندانتو بذار روی هم و از پشت این دندانات که گذاشتی روی هم بگو ای. اوکی؟ دندون ردیف بالا و پایین رو بذار روی هم و به زور بگو ای. صداش اینه. ای. پس دوباره همه رو با هم دیگه تلفظ میکنن. او او ای او او ای حالا چیکار کنم که تلفظم بهتر بشه؟ شما یه داستان رو انتخاب میکنید. حالا میخواد اوکومای کتابای هیتیت و استانبول یا یه دیکلیم باشه، یا میخواد هر کتاب داستان دیگه که من کتاب داستانا بهتون معرفی کردم دیگه توی این ویدیو. خب یا این کتابا میخواد باشه یا هر چیزی که خودتون فکر میکنین. اون یا داستانا رو انتخاب میکنین، شروع میکنین بلند خوندن. شما بلند بخونین، یعنی صداتون به گوشتون برسه. اینطور نباشه که فقط با چشتون بخونین کلماتو ببینین. نه، باید با صدای بلند بخونین تا هم زبونتون کلمات ترکی عادت بکنه، هم گوشاتون عادت بکنه. همین که اعتماد به نفستون میره بالاتر و میتونین بهتر صحبت بکنین. پس حتما با صدای بلند بخونین. این ویدیو عمرم تموم شد. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و استفاده کرده باشین و تلفظتون بهتر شده باشه، بدونین بعد چه کار بکنین. اگه مشکل توی زبان ترکی استانبولی دارین و بعضی از نکات رو نمیدونین، حتما برام کامنت کنین، من میخونم و سعی میکنم که با ویدیوام مشکلتون رو حل بکنم. یادتون نره که چنل منو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین. تا ویدیو بعدی، görüşürüz.